قلمه‌گیری گیاهان یکی از کارهاییه که همه گل دوست دارن انجام بدن و گیاهاشون رو زیاد کنن، مخصوصا گیاه زیبایی مثل سانسوریا. چند تا نکته داره که اگر یاد بگیری حتما موفق میشی. اولین نکته اینه که حتما از گیاه سالم قلمه‌گیری کن. بعد از کات کردن با یک وسیله تیز و برنده و ضد عفونی شده بهتره که گیاه بریده شده چند ساعت بمونه تا پینه ببنده. گیاه رو داخل آب بذارین تا ریشه بزنه. نکته مهم اینه که داخل شیشه‌ای که نگهداری میکنین انتهای گیاه با انتهای شیشه در ارتباط نباشه. میتونید از هورمون ریشه‌زا استفاده کنین که کمک میکنه گیاه زودتر ریشه دار بشه. حدود 3 تا 4 ماه طول میکشه تا به این شکل در بیاد. حالا وقتشه که مهمترین کار رو انجام بدین و اون کار چیزی نیست جز انتقال گیاه از آب به خاک. حتما از یک خاک خیلی خوب و غنی استفاده کنید و یک نکته مهم دیگه که اونو داخل کپشن میگیرین. اگر از سانسوریا لب طلایی قلمه میگیرین انتظار نداشته باشین که قلمه هاتون هم لب طلایی بشه. معمولا همشون سبز میشه. معمولا بعد از کاش خیلی باریکن که باید کوده‌ای داشته باشن. کوده‌ایشو داخل کپشن میگم. مرسی که از من حمایت میکنید.